سرخط خبرها. تاکید هند بر ادامه همکاری با افغانستان. وزیر خارجه هند میگوید رویکرد دهلی نو در برابر افغانستان مردم محور است، زیرا افغانستان در حال حاضر دوران بسیار دشوار را می‌گذراند. روایت جدید شهردار نیویورک از زبانهای جهان به ویژه پشتو. زهران ممدانی میگوید تاریخ آینده نیویورک در کنار دیگر زبانها به زبان پشتو نیز نوشته خواهد شد. این داستان روایت 8.5 میلیون شهروند خواهد بود. ادامه برگشت مهاجران از کشورهای همسایه. روز گذشته 321 خانواده از ایران و پاکستان به کشور بازگشتند. و بازداشت رئیس جمهور ونزوئلا. ترامپ ادعا کرده که او و همسرش بازداشت و از ونزوئلا خارج شدند. سلام، وقت شما بخیر. با مجموعه خبری این ساعت از میز خبر خوش آمدید. امروز شنبه 13 جدی 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشد با 3 جنوری 2026 میلادی. مشروع خبرها. وزیر امور خارجه هند میگوید که افغانستان در حال حاضر دوران سختی را سپری میکند و نیاز است و چالش‌های آن پرداخته شود. او در نشست گفته که سیاست کنونی هند در برابر افغانستان بر رویکرد مردم محور و جامعه محور استوار است و دهلی نو به همکاری‌های خود در بخش‌های گوناگون از جمله خدمات صحی به افغانستان ادامه خواهد داد. گزارش از نستر نمیری. در نشست در یکی از دانشگاه‌های هند، وزیر خارجه این کشور اعلام کرد که روابط هند و افغانستان بر پایه پیوندهای تاریخی و مردمی شکل گرفته و تعامل دهلی نو محدود به تغییر حکومت‌ها نیست. جیشنکر تاکید کرد که سیاست هند مردم محور و جامعه محور است و بر پاسخ بر نیازهای فوری مردم افغانستان تمرکز دارد. او همچنین از ادامه همکاری‌های بشردوستانه و توسعه خبر داد. ما صدها روابط با افغانستان داشته ایم که ماهیت اجتماعی و مردمی دارد. ممکن است حکومت‌ها و رژیم‌ها تغییر کرده باشند، اما در نهایت باید به برخی چالش‌ها توجه کرد، زیرا افغانستان در حال حاضر دوران بسیار دشوار را می‌گذراند و این چالش‌ها باید از دیدگاه مردم محور و جامعه محور مورد رسیدگی قرار گیرند. امروز وقت با افغانستان در زمینه مسائل توسعه‌ای مانند واکسین، مواد غذایی و صحت همکاری می‌کنیم. همه این اقدامات بر همین منطق استوار است. امارت اسلامی نیز روابط افغانستان با هند را مهم دانست و بر ادامه و گسترش همکاری‌ها در بخش‌های مختلف از جمله تجارت، بهداشت و خدمات اجتماعی تاکید کرد. افغانستان و هندوستان رابط دیرینه و عمیقی داشته و همچنان دو کشور مشترکاتی داشته و از لحاظ تجارتی و رفت آمد نیازمندی‌های زیادی وجود داره. ما اهمیت میدیم به روابط خود با هندوستان و انشالله که دو کشور از این ناحیه مستفید خواهد شدند. همزمان کارشناسان نیز با اشاره به سفر اخیر امیرخان متقی وزیر خارجه امارت اسلامی به هند و بهبود روابط دو کشور، این سفر را نقطه عطف در توسعه همکاری‌های دو جانبه و توجه هند به نیازهای مردم افغانستان دانستند. برای هند و پاکستان بسیار مهم است که چون اینا با افغانستان همسایه هستند و در یک منطقه قرار دارند، منافع هر کدامشان است افغانستان به میدان رقابت یکدیگر تبدیل نکنند، به افغانستان منحیث یک کشور مستقل نگاه کنند. پیشتر وزارت خارجه هند اعلام کرده بود که دفتر نمایندگی فنی خود در کابل را به سطح سفارت ارتقا داده است، اقدامی که تاکنون به طور کامل عملی نشده است. زهران ممدانی نخستین شهردار مسلمان نیویورک هنگام سخنرانی پس از تحلیف زبان پشتو را یکی از زبانهای زنده و تاثیرگذار در نیویورک دانست. او تاکید کرد که تاریخ آینده نیویورک در کنار زبانهای دیگر به زبان پشتو نیز نوشته خواهد شد. باز هم گزارش از نستر نمیری. زهران ممدانی شهردار تازه نیویورک در اولین سخنرانی رسمی پس از تحلیف خود بر اهمیت ایجاد روایت نو برای این شهر تاکید کرد. به گفته او این روایت تازه بازتاب دهنده تنوع قومی، مذهبی و زبانی نیویورک خواهد بود و حتی به زبان پشتو نیز نوشته می شود. نیویورک متعلق به همه کسانی است که در آن زندگی می کنند. با هم داستان تازه از
شهرمان خواهیم گفت. این داستان روایت شهر نخواهد بود که تنها توسط 1% حاکم اداره می شود و نه داستان دو شهر که یکی ثروتمند و دیگر فقیر است. این داستان روایت 8.5 میلیون شهروند خواهد بود. هر یک از آنها یک نیویورکی با امیدها و ترسهای خاص خود، هر یک جهان مستقل و همه با هم در هم تنیدند. نویسندگان این داستان با پشتو و ماندارین، یدش و کریول صحبت خواهند کرد. با این حال پرسشی که مطرح می شود این است که چرا زهران ممدانی در سخنرانی خود به زبان پشتو اشاره کرده است و آیا این اشاره معنای خاصی دارد؟ رئیس جمهور امریکا ترامپ یک ضربه هویتی به هویت افغانها و همچنان به کشور افغانستان وارد شده بود به خاطر پر کردن چنین یک خلای بزرگ در دموکراسی امریکا و همچنان در هویت ملی امریکا که به میان آمده بود. امی خلای بزرگه ای آدم در سخنرانی خود در سطح جهان یک بار دیگه ابراز کرد که امریکا یعنی رهرو و پشتیبان دموکراسی هم هست. زهران ممدانی نخستین شهردار مسلمان نیویورک پس از پیروزی در انتخابات 2025 کار خود را با ادای سوگند بر قرآن آغاز کرد. او پیشتر با وعده‌های مانند کنترل اجاره مسکن، استفاده رایگان از حمل و نقل شهری، حمایت از خانواده‌های کم درآمد و پناهجویان محبوبیت گسترده‌ای کسب کرده بود. در ادامه برگشت مهاجران افغان از کشورهای همسایه، کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجران میگوید که روز گذشته 321 خانواده از ایران و پاکستان به کشور بازگشتند. این کمیسیون نوشته که این خانواده ها از طریق پل ابریشم، اسلام قلعه، اسپین بولدک و ترخم به کشور بازگشتند. امارات اسلامی همواره اعلام کرده که برای برگشت کنندگان به کشور کمک های صورت میگیرد. و در خارج از کشور، دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا حمله به ونزوئلا را تایید کرده و گفت که نیکولاس مادورو رئیس جمهور این کشور و همسرش بازداشت و از کشور خارج شدند. او در پیام در شبکه‌های اجتماعی تروث سوشیال نوشته است که این عملیات با همکاری نیروهای مجری قانون ایالات متحده انجام شده است. در ادامه نگرانی‌ها از وخامت اوضاع بشری در غزه، دبیرکل سازمان ملل از اسرائیل خواست که محدودیت علیه نهادهای کمک رسان در این باریکه را لغو کند. در همین حال 53 نهاد غیر دولتی جهانی نیز در خصوص وضعیت بد انسانی در غزه هشدار دادند. پس از دریافت اختیاریه 37 نهاد کمکرسان جهانی در غزه از سوی اسرائیل مبنی بر متوقف کردن فعالیت خود ظرف 60 روز، دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار لغو فوری این تصمیم شده است. استفن دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، در بیانیه اعلام کرد که این تصمیم در ادامه محدودیت‌های پیشین اتخاذ شده و این امر سبب تأخیر در ورود کمک‌های غذایی و دارویی ضروری به غزه شده است. این اقدام بحران انسانی فلسطینیان را تشدید خواهد کرد. این سازمان‌های بین المللی برای فعالیت‌های حیاتی بشردوستانه ضروری اند و تعلیق آنها می‌تواند پیشرفت شکننده حاصل شده در جریان آتش‌بس غزه را از بین ببرد. در همین حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از ادامه محدودیت‌ها در کمک رسانی به مردم غزه انتقاد کرد و از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به عنوان فرعون عصر یاد نمود. او در نشستی با اشاره به تجمع بزرگ همبستگی با فلسطین تاکید کرد که اقدامات نتانیاهو در فلسطین و غزه بی پاسخ نخواهد ماند. اردوغان در بخشی از سخنانش گفت که قرار است روز دوشنبه با دونالد ترامپ در مورد قضیه فلسطین تلفنی گفتگو کند. صحنه‌های همبستگی با فلسطین در آغاز سال 2026 به ویژه در پل گالاتا تایید می‌کند که فلسطینی‌ها تنها نیستند. صحنه‌های رنج کودکان غزه همچنان در وجدان بشریت باقی خواهند ماند و آه مظلومان دامان مسئولان این وضعیت را خواهد گرفت. انقره به ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه ادامه می‌دهد و موضع ثابت خود را در حمایت از فلسطین حفظ خواهد کرد. این در حالی است که 53 نهاد کمکرسان جهانی از جمله عفو بین الملل، دکتران بدون مرز و اکسفام نسبت به پیامدهای انسانی لغو مجوز فعالیت برخی نهادهای امدادرسان در غزه و کرانه باختری هشدار دادند. به گفته این نهادها 37 نهاد بین المللی اختیاریه دریافت کردند که بر اساس آن باید ظرف 60 روز فعالیت خود را متوقف کنند. اقدامی که به گفته آنها امدادرسانی به غیر نظامیان نیازمند در غزه را به شدت مختل می‌کند.
بازگذاری میکنم از همراه شما تا این دم. به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از میز خبر. تا دیدار بعد.